درود هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. خیلی که پیشتر گفته بودیم طبق اعلان برآمد رهبری پیمان ملی تاجیکستان محی الدین کبیری در پخش زنده با شما صحبت خواهند کرد و از پیش از آن که صحبت را آغاز کنیم هموطنان عزیز یک چند نکته را میخواهم ذکر کنم در بابت سوال ها. قبلا یک چند سوال ها بود و از رئیس هم خواهش میکنیم که از صحبت های قبلی که یک چند سوالی که مانده بود در آن سوال ها هم پاسخ خواهند گفت و همزمان شما میتوانید در چت بنده یعنی چت فیسبوکی سوال های خود را در رفت صحبت به ما ارسال کنید. از کارگردان خواهش میکنیم اگر در خط هستند پیوند کنند. صدای ما را دارید؟ بله، سلام علیکم. صدای شما را من خوب دارم. اگر صدای ما را داشته باشید صدای شما. بله، صدای شما شنیده می شود. امیدوارم که صدای ما را بینندگان و هموطنان عزیز می شوند. خب دیگر منبر از شما، مرحمت بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، موضوع صحبت ما هم امروز باز موضوع هست که امروز در جامعه تاجیکستان داغ هست و اون هم باشد قضیه برادرمون شرف الدین گدایف که نگ یک هفته می شود از روز 14 فوریه از شهر مسکو ربوده شد و هنوز هم وضعیت این برادر و در عموم این پرونده یک پرونده پیچیده است. هنوز چیزی مشخص نیست. به همگان معلوم است که شرف الدین با خواهش خود به تاجیکستان نرفته بود و پیمان ملی تاجیکستان هم بلا فاصله در روز بعد این حادثه بود از مسکو ربوده شده بود و ما این را محکوم کردیم و هنوز هم بر این اعتقاد هستیم که شرف الدین گدایف از شهر مسکو ربوده شد. بعد از این حادثه بلافاصله مقامات جمهوری تاجیکستان چندین نوارهای را پخش کردند که در آن گویا شرف الدین گدایف نه ربوده شده است بلکه با خواهش خود برگشته است به تاجیکستان و آزاد هست، حرکت میکند، در حتی چهاربینی هم شرکت میکند. یک چند نوار خیلی هم ساده لوحانه را آماده و پخش کردند که در آن گویا شرف الدین گدایف چگونه وارد فرودگاه می شود، به شعبه مقامات داخله می رود برای اعلان آن که برگشته است و عریضه درخواست عفو را می نویسد. خلاصه این همه ساختکاری‌هایی که مقامات تاجیکستان پیشکش جامعه کردند تا اون حد ساده لوحانه و ساخته و غیر طبیعی بود که هیچ کس با آن باور نکرد و بالاخره خودشون مجبور شدن که این نوارها را از یوتیوب، از شبکه‌های اجتماعی و از هر کجایی که امکان داشت بردارند. زیرا دروغ آنها، ساختکاری آنها ساعت به ساعت بیشتر آشکار میشد و نهایتا این پخش نوار صحبت خود شرف الدین گدایف که قبل از سفرش به مسکو ثبت کرده بود و به نزد در اختیار نزدیکانش گذاشته است تا اینکه اگر او ربوده شد یا ناپدید شد آن را پخش کنند تا اینکه جامعه بداند که او هیچگاه خواهشی به تاجیکستان برگشتن در این شرایط و در این حالت را نداشت، بلکه اگر این اتفاق افتاد بدانند همگان که او ربوده شده است. حالا دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بعد از این حادثه و در طول این یک هفته چی رخ داد و چی وضعیت الان داریم؟ وضعیتی که در اطراف پرونده شرف الدین گدایف هست، دو واقعیت را
آشکار کرد. اصلا واقعیت یکی هست، اما در دو سمت آن تاثیر داشت، یکی در جامعه تاجیک، دیگری در خارج. جامعه تاجیکستان، چه کسانی که موافق با حکومت امروزه بودند، چه کسانی که مخالف با حکومت امروزه هستند، در یک نقطه به توافق رسیدند که حکومت تاجیکستان فعالیتش، مناسبتش به مردم و دولتداریش در پایه دروغ ساخته شده است. دروغ اندر دروغ، دروغ در بالای دروغ، دروغ از پس دروغ. و اونا فکر میکنن که جامعه تاجیکستان مثل جامعه سالهای قبلی هست، بسته، بریده شده از جهان، بدون اینترنت، شبکه‌های اجتماعی همه بلاک شدند یا اینکه فیلتر شدند و هر چیزی که مقامات تاجیکستان گفتن مردم اون را باور میکنند یا مجبورن که باور کنند، چون سرچشمه دیگری اطلاعات نیست. مردم شدیداً تحت کنترل هستند، تلویزیون های مستقل نیست، رسانه های داخلی مستقل نیست و فیسبوک و دیگر شبکه هم فیلتر میشن یا بلاک میشن. بدون فیلتر شکن امکانیت باز کردن برخی از شبکه ها نیست. اونا تصور میکنن که در چنین فضا پهن کردن همه گونه دروغ از طرف جامعه هضم کرده میشه و آنها میتوانند به همین منوال سیاست خود را ادامه بدن. اما یک نکته رو فراموش کردن که جهان امروز دیگر جهانی 5 سال پیش، 10 سال پیش نیست، حتی جهان 1 سال پیش نیست. تغییرات ها در جهان به سرعت دارند پیش می روند و امروز نمیتوانند اونها دروغ های خود را پنهان کنند و همین سبب شد که در این یک شبانه روز اخیر تمام اون فیلم های سریالی خود را که در اساس سناریو یا پیسه های نوشته وزیران پیسه نویس و وزیران اکادمیک و دکتر و شاعر ایجاد شده بودند، اونها پاکسازی شدند. این متاسفانه این وزیران ما که معلوم نیست که بالاخره اینا وزیرن، اینا شاعرن، نویسندن، دکترن، اکادمیکن. اینا فکر کردن که دولتداری هم تئاتر است، دولتداری هم پیسه نویسی است. بله، تئاتر یک بخش مهم جامعه هست، بخش فرهنگ است، اما در تئاتر تخیلات، ایجادیات، فانتزی جایز است مثل هر اثر بدیعی دیگر، اما سیاست جای تخیلات و رمانتیک و جای قصه بافی نیست. در اینجا باید که با واقعیت ها کار کرد. واقعیت این است که امروز شما دروغگویی و تقلبکاریتون آشکار شد و روز تا روز بیشتر از این آشکار خواهد شد. در سمت بین المللی اون چیزی که اتفاق افتاد، من خیلی متاسفم و فکر میکنم هر کسی که ملت تاجیک رو دوست می‌دارد، تاجیکستان رو همچون وطن دوست می‌دارد، واقعا جای خجالت است، جای افسوس است که یک عده از مردمی بی‌خیرات که امروز زمام قدرت در دستشون افتاده است، ملت رو در خارج دارن بی‌آبرو میکنن، شرمنده میکنن. شما فکر نکنید که این ساختکاری‌های شما از چشم خارجی ها پنهان میماند. نه، مطمئن باشید که همون طوری که تلویزیون هلند دیشب نمایش داد، نه تنها سخنرانی شراف‌الدین گدایف را نمایش داد، بلکه بیشتری اون برنامه هلندی ها که نزدیک 10 دقیقه بود، شاید 6-7 دقیقهش اتفاقا در اساس اون ساختکاری های شما بود. فیلم های شما را داشتن نشان میدادن و اگر کسی زبان آلمانی یا هلندی را بداند که این دو زبانی با هم نزدیک هستند، دیگر متوجه میشد، میفهمد که اونها چیونه دارن بالای این ساختکارهای شما مسخره میکنن که حکومت این جنایت خود را با چه شکل دارد میپوشاند. و شاید همین چیز باعث شد که شما سیگنال های از دیپلمات ها از جامعه جهانی گرفتید که این نوارهای ساخته خود را از شبکه ها دور کردید. و ببینید، من درست است که رهبری ائتلاف و پیمان ملی تاجیکستان هستم که یک نیروی سیاسی مخالف شما است و اصلا مسئله ما و شما دیگه کاملا روشن است. حالا صحبت هایی که من میکنم بیشتر به مقامات تاجیکستان داخل دارد از آن که به مردم ربط داشته باشد، چون ما صحبت های خودم رو با مردم چی در این نشست چی در نشست های دیگر خواهیم کرد. اما اون چیزایی که چند جمله که الان خواهم گفت بیشتر به حکومتداران
تاجیکستان ربط دارد. اگر اونها مستقیما میشنون بگذار این طور باشد، اگر با اونها حتما که میرسانن این نوارها ثبت میشود برسانن که این چند جمله ما با آنها ربط دارد و آنها باید جدی بگیرند. درست است آنها میگن که یک حرف مخالف است و مناسبتشون با ما همچون یک رهبری جریان اپوزیسیونی هست. من میدونم کاملا که شما در چی برنامه هستید، نه تنها در برنامه دزدیدن و ربودن، بلکه اگر دستتان برسد برنامه های دیگری را هم دارید که نابود کردن، از بین بردن، همون طوری که شهید عمر علی قوت رو از بین بردید، همون طوری که احسان اودینایف رو دزدیدید و نابود شد، همون طوری که محمد روزی اسکندرов و بالاخره شراف‌الدین گدایف و مقصود ابراهیم و ده ها شخصیت های دیگری ملی را ربودید، زندانی کردید، از بین بردید. طبیعی است که نسبت بنده هم این برنامه شما هست و شاید که تا این لحظه نتوانستید. این را ما کاملا میدونیم، مشخص است و شما هم بدانید که مسئله ما با شما هم خیلی روشن و واضح است. ما هم از شما هیچ وقت پنهان نکردیم که یک حرکت اپوزیسیونی هستیم و هدف ما هم از سر قدرت دور کردن این توده دزد و غارتگری هست که ملت تاجیک را هم در خارج بی‌آبرو کرده ایستادند و هم مانع رشد ملت و کشور ما شده ایستادند. حالا این دور کردن از قدرت با کدام راه صورت میگیرد؟ پیش از همه طبیعی است که با راه‌های مصالحت آمیز و با در چارچوب قانون‌های بین المللی، در چارچوب فرهنگ سیاسی و دقیقاً مثل آن ملت‌هایی که تا امروز به آبادی و به آزادی رسیدن. اونها هم دقیقاً همه ملت‌ها در تاریخ خود یک زمانی در زیر تصرف دیگران بودند، در زیر ظلم دیکتاتورها بودند. ما نداریم یگان ملتی را که در یک مقطع تاریخش از طرف کدام دیکتاتور ظالم مدیریت نشده باشد، ولی اونها بالاخره به آزادی رسیدند و ملت تاجیک هم استثنا نیست. ان شاء الله دیر یا زود به این آزادی خواهد رسید و ما هم تمام تلاش خود را خواهیم کرد. شما هم این را خوب میدونید. پس اینجا بحث ما و شما کاملا روشن است، واضح است و ما پنهان هم نمیداریم، شما هم پنهان نمیدارید. یک ارتش زیادی مردم را سفربر کردید، چی برای فرستادید به اروپا برای نابود کردن و ده ها هزار نفر دیگر رو استخدام میکنید برای در شبکه ها و در رسانه ها علیه ما مبارزه بردن. اما بیاید یک مدت ما و شما از این چارچوب حکومت و اپوزیسیا بیرون برایم. بالاخره ما هر دو طرف فرزند یک ملت هستیم، هر دو طرف برای یک وطن دعوا داریم، هر دو طرف تاجیکستان رو وطن خود میدونیم و حداقل ظاهرا دعوا این است که هر دو طرف میگوید که ما برای آبادی و آزادی این کشور و این ملت داریم تلاش میکنیم. پس بیاید به این حرفا صمیمانه رفتار کنیم و کمی از این قالب حکومت اپوزیسیا بیرون بریم و همچون یک ملت گفتگو کنیم. حالا شما با این احمقیتون معذرت میخواهم خود را دچار یک مشکلی بزرگ کردید، در یک چاه افتیدید که خودتون آن را برای دیگران کندید. البته من باوری دارم که از این بیشتر احمقی و این غلط‌های بعدی رو نخواهید کرد، بخصوص نسبت برادرم شراف‌الدین گدایف، زیرا مشکلی شما، بحران شما عمیق‌تر خواهد شد. شما خوب میدونید که بنده اهل تهدید و سخن‌های بی اساس نیستم. من قبل از اون که حرفی را بگویم حتما فکر میکنم و شاید که 80-90% عمل میکنم، 10% صحبت میکنم و این را شما خودتون خوب میدونید. ما بالاخره تجربه کار با یکدیگر داریم، در پارلمان 10 سال، در جاهای دیگر. و حالا حرفایی که میگم این یک مقداری از صحبت ها است و خیلی شفاف و آشکار میگم. باز تاکید میکنم این را از قالب صحبت اپوزیسیا با حکومت بیرون کنید، همچون ملت، همچون یک فرد جامعه بشنوید. حالا در این مشکلی که افتادید بیاید راههای برآمدن از این مشکلی رو فکر کنید. من حالا نمیگم که من در کمک شما هستم، شما اصلا باورم نکنید، اما تلاش میکنم صمیمانه بعضی از مشورت‌هایی را که از نگاه من همچون یک تاجیک میتواند به شما کمک کند براتون عرض کنم. اگر خواستید استفاده کنید، اگر نخواستید اینش دیگر ما حداقل مسئولیت خود را
در پیش ملت، در پیش کشور وطن انجام دادیم. چرا؟ من از آن میترسم که شما با این رفتارهای عجیب و غریب و بیخیردانه خود نه تنها خود را در گرداب گرفتار میکنید، بلکه ملت رو و کشور رو هم آهسته آهسته به این بحران ها میکشانید که از اون ملت در مجموع ضرر خواهد دید و من این را نمیخواهم. شما میدانید که ما حتی در خارج وقتی که با دیپلمات ها با سازمان های بین المللی ملاقات میکنیم، وقتی که صحبت سری وضعیت تاجیکستان میرود، همیشه میگوییم که جامعه جهانی باید افراد علاهیده گناهکار و جنایتکار را در حکومت شناسایی کند و آنها را مورد جزای بین المللی قرار بدهد، وارد تحریم ها کند و غیره. اما هیچگاه ما طرفدار آن نیستیم که نسبت تاجیکستان همچون کشور و نسبت تاجیکان همچون ملت، چه بانک ها باشد، چه اداره ها باشد، چه صاحبکاران باشد، تحریم جاری شود یا رابطه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قطع شود. اصلا طرفدار این نیستیم. اما آشکار بگیم ما پافشاری کرده ایستادیم و ادامه خواهیم داد که نسبت چند جنایتکاری که اسمش را ملت میداند باید که تحریم‌ها جاری شود. اما این صحبت‌هایی که میکنیم دیگر از این قالب بیرونتر است. چرا؟ من نگران ملت هستم و کشور هستم، چون خدای نکرده با این بیخیردی شما که دارد روز به روز بیشتر می شود، اگر رابطه های تاجیکستان با خارج لطمه بیند، اگر مشکلی در این زمینه با وجود بیاد، مطمئن باشد که جوابگر شما هستید، نه شرافالدین گدایف، نه دیگر رهبران پیمان ملی تاجیکستان یا گروه های اپوزیسیونی، بلکه محض شما. چرا محض شما؟ برای آنکه شما یک جنایت بین المللی را صادر میکنید و نسبت نفری که در حمایه بین المللی هست، او طبق کنونسیون سازمان ملل متحد، کنونسیون ژنو، همچون پناهنده سیاسی اعتراف شده است از طرف یک کشور اروپایی با نام هلند. شما خوب میدونید که هلند کشوری اندک نیست، کشوری کوچک نیست، یکی از کشورهای هم مهم در صحنه بین المللی هست و هم کشوری هست که در سمت حقوق بشر حرف اول را میزند. شما میدونید که در بسیاری از مسئله های داغ جهانی کشورهای اسکاندیناویا و شمال اروپا در مسئله حقوق بشر خیلی پافشاری میکنند، مثل هلند، مثل دانیا، نروژ، سوئیسیا و این مجموعه کشورها. اگر فکر کردید که تا این لحظه که این جنایت شما مثل جنایت های قبلی در نسبت محمد رضا اسکندرов، مقصود ابراهیمov، احسان آدینایف یا شهید عمرعلی قوتوف، این هم حذف می شود و فراموش می شود و هیچ کس پیگیری نخواهد کرد، اشتباه کردید و شاید اشتباه شما هم در همین بود و کسانی که شما را به این اشتباه تله دادن، شاید که در داخل خود حکومت تاجیکستان هست، هم پول خرج کردید، پول ملت را که من باور دارم چندین میلیون دلار پرداخت کردید به فسادکاران و کروپسیونرها در مقامات قدرتی روسیه تا اینکه عملیات انجام شود، هم پول خرج کردید و هم با این پول خرج کرده ملت خود را در یک مشکلی بزرگ گرفتار کرده. حالا ما تلاشمون این است که ملت را از این مشکلی بیرون کنیم، دولت را بیرون کنیم، چون واقعا عاقبت‌های خیلی بد دارد. شما ببینید یک کار شد که تقریبا شهروند یک کشور اروپایی را بودید. درست است که شرافالدین شهروند تاجیکستان است، اما پناهنده در کشور اروپایی هست. من میخواستم دو جمله رو به شما شرح بدیم و شاید که به هموطنان عزیزم هم لازم باشد. پناهنده سیاسی طبق کنونسیون ژنو که از طرف سازمان ملل تایید شده است چی معنی دارد؟ هر کسی که در کشورهای اروپا حق پناهنده سیاسی را دریافت کرد، فقط یک فرق دارد از شهروند این کشور که در انتخابات ها شرکت نمی کند، نامزد بوده نمی تواند و حق انتخاب ندارد. در تمام مسائل دیگر این برابر حقوق با یک شهروند این کشور هست. معنی را دارد که شرافالدین گدایف نمی تواند در هلند انتخاب شود یا انتخاب کند، اما در تمام مسائل های دیگر حق برابر با دیگر شهروندان هلند دارد و کشور هلند هم مسئولیت دارد، وظیفه دار هست که از حق این شهروند خود یا از حق این
نفری که تحت حمایه او هست حمایت کند. پس بیاید اکنون تصور کنید که تاجیکستان حالا در این مشکلی افتاد، شرف الدین گدایف رو دزدید از مسکو و نه تنها خود حکومت تاجیکستان رو، من مطمئنم که حتی بعض دایره های روسی رو هم در یک مشکلی بزرگ گرفتار کرد. حالا قبلا چون مقامات با پاره تاجیکستان، حکومت تاجیکستان عادت کرده روسیه، شاید بعد از آن که محمد روزی اسکندرف رو از اونجا ربودند، احسان آدینایف و مقصود ابراهیم و دیگران رو پول رو هم گرفتند و کسی هم سراغ آنها نرفت و دادگاه اروپایی عاید به حقوق بشر تنها طرف روسیه رو برای قضیه محمد روزی اسکندرف یادم نیست شاید نزدیک 30,000 یورو جریمه کرد تا اینکه به محمد روزی اسکندرف همچون جبران پرداخت شد برای این عملی غیر قانونی، اما از این بیشتر کار نرفت و حکومت تاجیکستان و این فسادکاران مقامات روسیه هم فکر کردند که شرف الدین گدایف مثل دیگر کسانی که قربانی این نظام فساد زده شدن به صاحب است، اما اینجا خطا کردن. شرف الدین گدایف اولش این که در پناه خداوند باشد، صاحب او خداوند منان هست. دوم صاحب شرف الدین ملت هست. سوم تمام مردم آزاد اندیش تاجیک است. پیمان ملی تاجیکستان، تمام حزب و حرکت هایی که جانبدار آزادی و کرامت انسان هستند و سازمان های بین المللی که الکی وارد کار شدند، رسانه ها مسئله را حتما پیگیری خواهند کرد و حتما که کشور با نام هلند که نه تنها امکانیت های زیاد دارد بلکه باز و تکرار میگویم یکی از کشورهایی هست که در مسئله حقوق بشر خیلی و خیلی حساس است. شاید که مقامات تاجیکستان یادشان رفت که اکثر نیادهای بین المللی مقرشون در هلند هست، از آن جمله دادگاه بین المللی گاگا. شما میدونید که گاگا شهری است از شهرهای مشهور هلند. یعنی حکومت تاجیکستان دقیقاً جنایتی را صادر کرد در تریتوری کشور نسبت شهروند یا قریب شهروند کشوری که تمام این نظام دادگستری و دادستانی و دادگاه‌های بین المللی در اختیار اونها است و من فکر میکنم که باز تکرار میکنم کسی رهبریت تاجیکستان رو که به این هم خودشان عملهای بیخیرانه زیاد دارن، کسی به این جنایت تله داد، یک کاری خیلی هم بیخیرانه کرد و باید فکر میکنم جوابگو در نزد اونها باشد و اونها باید درک کنن که عاقبت این جنایت براشون خیلی سنگین خواهد افتاد اگر خدای نکرده نسبت شرف الدین یگان جنایتی از این بیشتری را روا بینند، لط و کوب شود، شکنجه شود یا زندانی شود. حالا دیگر با این فعالیت رسانه‌ای که دارند ادامه میدیم که او آزاد است و آزادانه میگردد، دیگر بخشیده شد. خیلی خوب، ما هم منتظر همین هستیم که شرف الدین گدایف هر چه زودتر برگردد به آزادی، برگردد به اروپا و از اینجا اعلان کند که او برگشت به تاجیکستان، آزاد بود و هیچ کس مانع آزادی او نشد. یکی از آزادی ها، یکی از نشان های آزادی این آزادی در یا داشتن حق سفر هست. اگر شما کسی را مانع سفرش میشه پس معنی آن رو داره که او آزاد نیست، او بخشیده نشده است، پس دروغ گفته اید. ما منتظر هستیم که کی شرف الدین گدایف به اروپا برمیگردد. تنها مانع تمام جامعه جهانی را منتظر است و حتما مطمئن باشد که کار تازه شروع شد. من چرا میگم که حکومتداران خود را در یک مشکلی بسیار بزرگ انداختن که به زودی از آن رها نخواهند یافت؟ این اون است که قبلا ما گفته بودیم و در رسانه ها و در شبکه ها حتما اطلاع دارید که پرونده های دارد آماده می شود از طرف نیروهای مخالف و سازمان های بین المللی که به مسئله حقوق بشر خیلی اهمیت میدهند برای وارد کردن نام چند از مقامات تاجیکستان به تحریم های بین المللی. یعنی به زودی انشاءالله ما امید داریم که هر چه زودتر انجام خواهد گرفت،
چند از این جنایتکاران که امروز قدرت دارند و حکومت داری میکنند در تاجیکستان وارد این تحریم های بین المللی خواهند شد. این معنی رو دارد که اینها دیگر با این کشورها سفر کردن نمیتوانند، داد و گریخت کردن نمیتوانند و مالکیت آنها و تمام پول و امکاناتی که در این جاها دارند بلاک می شود یا بسته می شود. و اما یک نکته رو هم باید بگم که بردن این گونه پرونده ها به دادگاه بین المللی یا به حد تحریم کاری آسان نیست، بخصوص در اروپا که هر یک فکت سنجیده می شود. کسانی که در اروپا کار کردند، تحصیل کردند و یک قسمتی از مقامات امروزه تاجیکستان هم سابقه کار در اروپا را دارند، خوب می دانند که من چی گفته ایستادم. یعنی برای یک اروپایی را متقاعد کردن که مثلا در حکومت تاجیکستان چند جنایتکار هست باید که وارد تحریم شوند، خیلی باید دلیل داشت و کاری ساده هم نیست. همچنین که حکومت تاجیکستان تا امروز تلاش دارد که اروپایی را متقاعد کند که اپوزیسیونی او جنایتکار هستند، تروریست هستند و اکستریمیست هستند که موفق نشدند و خودشون درک میکنند که اروپایی ها به حرفی بدلیل باور نخواهند کرد، نه حرفی حکومت را علیه ما و نه حرفی ما را علیه حکومت. سفیر آلمان در تاجیکستان هم خیلی واضح و روشن به حکومتداران فهموند که این حرفایی که شما درباره اپوزیسیون خود میزنید یک حرفای بی اساس است. تا امروز ما هیچ دلیل از شما دریافت نکردیم. یعنی من نمیدونم اگر جوابتون را از سفیر گرفته باشد خیلی خوب، اگر نگرفته باشد همونی که هزارها تاجیک مخالف شما را در اینجا پناهندگی دادن، این معنای آن را دارد که به حرف شما باور نکردم. اما حرفایی که ما هم میگیم که در تاجیکستان یک عده از جنایتکاران دارن حاکمیت میکنن، باور کردن اروپایی هم کاری ساده و اندک نیست. سازمان های و کسانی که پرونده های شما را در دست داشتند و در این زمینه کار میکردن دیروز تماس گرفتند و گفتند که دیگر نیاز به دلیل و فکت های علاوگی نیست. آن فکت و دلیل هایی که تا امروز گفتن ما جمع کردیم، چی از اپوزیسیون چی از دایره های دیگر، کافی بودن. اما یک چند سوال وجود داشت که شاید احتمال داشت که از طرف دایره هایی که تصمیم میگیرند برای وارد کردن این تحریم ها و وارد لیست تحریم ها کردن یا پرونده این جنایتکاران حکومتی را بردن به دادگاه های بین المللی، بعضی سوال ها بود. اما دیروز گفتن که اکنون دیگر خودی حکومتداران شما با این کاری که اخیراً کردن این پرونده رو کامل کردن. اگر شرافالدین گدایف آزاد نشود، بر نگردد به اروپا، مطمئن باشید که شما اون دلیل های قبلیتون رو همشون نابود کنید. همین دلیل کافی است که شرافالدین گدایف در نتیجه یک جنایت بین المللی به تاجیکستان برگردانده شد و چندین نفرها نه تنها وارد لیست تحریم سانکسیون بین المللی خواهند شد، بلکه احتمال زیاد است که پروندهشون به دادگاه بین المللی برای قاچاق انسان برود و حتما در اونجا به تصویب خواهد رسید. من این نکته را هم برای کسانی که چندان آگاه نیستند بگویم که در اروپا بزرگترین جنایت این قاچاق انسان است. این سنگینتر از قاچاق سلاح، از قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت ها هست. یعنی قدر و حقوق انسان تا اون درجه بالا است که قاچاق انسان سنگینترین جرم شناخته می شود که در پرونده شرافالدین اگر آزاد نشود و برنگردد به اروپا، تمام نشانه های قاچاق وجود دارد، قاچاق انسان، ربودن انسان، و طبیعی است که یک عده از منصبداران تاجیک جزای سزاوار خواهند گرفت. اما یک نکته که اینجا اگر اهمیت داده باشند دوستان کارشناس و کسانی که پیگیری میکنن مسئله را، این است که الکی شروع شد تلاش دارند که این گناه را، این جنایت را به دوش کی پرتایند، کی است مسئول این جنایت و این شرمندگی. اگر اهمیت داده باشه در روزهای اول آوازه‌هایی شد که بلا فاصله که از طرف وزارت کارهای داخلی برگردانده شد و مسئول این کار گویا یک تیم جوان بود با رهبری فرزند بزرگ فرزند رئیس جمهور رستم امامعلی،
و حتی آوازه پهن کردن که شراف‌الدین گدایف بعدی بازگشت با رستم امامعلی ملاقات کرد و چون اکثر این کسانی که برگردانده میشوند یا ربوده میشوند یا از طریق یک تیم جوانی هست که در وزارت امور داخله که نزدیک به کسانی هستند که به فرزند پرزیدنت امامعلی رحمان یا میری وزیر شهر مربوط هستند. چرا این کار را میکنند؟ کسانی که خودشان در عرفه انجام دادن کریر سیاسیشان هستند، مثل خود جناب رحمان، مثل جناب یتیموف، رحیمزاده یا پروکورور گنرالی. اینا میخواهند این جنایت را، جنایت بین المللی را بدوش یک تیم جوان بخصوص از خانواده امامعلی رحمان پرتایند، کسانی که تازه کریر سیاسی خود را شروع کردنی هستند و با این راه که یک رقابت داخلی هم هست، با این راه میخوان این تیم جوان بسیار با انگیزه پر از امبیسیا را از صحنه سیاسی دور کنند و باز عمر سیاسی خود را چند سال یا شاید یک 5 ساله 2-5 ساله دیگر تمدید کرده باشند. و شراف‌الدین گدایف، پرونده شراف‌الدین گدایف در بین این گروه ها به هم رقیب رد و بدل می شود و حالا هر چقدر که بیشتر این فاشکاری ها بیشتر شود، شما می بینید که جستجوی گناهکار و جنایتکار اصلی در این پرونده بیشتر می شود و این را شاید که از یک تیم پرتویند به تیم دیگر. ما چی مشورت میدیم؟ من در اولی صحبت گفتم که یک صحبتی با شما خواهم کرد که بیرون از قالب اپوزیسیون و حکومت است. ما شدیداً، شما میدونید شدیداً منفعت داریم که شراف‌الدین گدایف آزاد شود و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. این مسئولیت انسانی ما است، مسئولیت ایمانی ما هست و مسئولیت سیاسی ما هم هست. اما ما پیشنهاد میکنیم که به شما کمک خواهد کرد و نه تنها به شما همچون حکومت، بلکه بخصوص به این سیاستمداران جوان که حالا در اسب قدرت تازه با اسب قدرت میدانداری کرده ایستادن، و اینها هم چند مشورت است که هر چه زودتر این اشتباه خود را اصلاح کنند. شراف‌الدین اگر با اروپا برگردد، نه تنها برای او خوب است، بالاخره با آزادی برمیگردد، بلکه برای شما هم خوب است که این اشتباه و این جنایت خود را در همین مرحله اول اصلاح خواهد کرد و شاید چند میلیسیونر و چند کارمند عادی را همچون جنایتکار معرفی میکنید و میگید که اینا اشتباه کردند و این ساختکاری ها را کردند، این فیلم ها را نوار گرفتند و اینها را پخش کردند و با همین چهره خود را یک مقدار در صحنه بین المللی نگه می‌دارید. اما بدانید که اگر این کار نشود، یقینا شما وارد یک پرونده بین المللی جنایتی خواهید شد که دیگر نه تنها خود را از جهان متمدن میکنید و امکانیت رفت و آمد و سفر را از دست خواهیم داد، بلکه به کریر سیاسی شما و به فعالیت شما در آینده لطمه بزرگ زده خواهد شد که به دست خودتان میزنید. فکر نکنید که این را ما انجام میدهیم و متاسفانه بسیاری کارها و بی‌خردی‌هایی که انجام میدادیم به دست خودتان شما انجام میدهید و شاید که در جهان مثل ما باز اپوزیسیون خوب نباشد که باز با شما مشورت میدهد که چیکار کنید. اما مطمئن باشید ما این مشورت ها را نه به خاطر آن میدهیم که شما را انسان های خوب میحسابیم. متاسفانه هیچ دلیل به ما ندادید که شما را واقعا هم یک سیاستمدار خوب بشناسیم، اما اینا به خاطر ملت و کشورمون میگیم. بالاخره وقتی که این نوارها را در تلویزیون های اروپایی میبینند، درباره یک ملت خلاصه میبرند و فکر میکنن این چی ملت است که چنین رهبر دارد؟ مگر یک ملت با کرامت، صاحب کرامت، خودشناس میتواند چنین یک ظالم را، چنین یک دروغگو را، یک فسادکار را تحمل کند؟ البته نه. ولی ما میفهمونیم، تلاش میکنیم به این مردم بفهمونیم که اینجا عیب ملت نیست. ملت مظلوم است، ترسیده است، میان ملت را شکستند. با این ظلم و کشتن و غارت کردن واقعا هم ملت خیلی احتیاطکار شد. بعدا ما در یک منطقه حضور داریم که منطقه ما اروپا نیست. تاجیکستان، ملت آزادی خواهی تاجیک با کشورهای احاطه شده است، از طرف کشورهای احاطه شده است که متاسفانه یگان تا آنها دموکراتی نیستند و ما در احاطه یک عده از کشورهای دیکتاتوری و پوشیده و
بسته گرفتار هستیم و متاسفانه این تقدیر ملت تاجیک بوده است که باید یک کمی صبر کنیم. اما تلاش میکنیم بفهمونیم که اینجا هیچ عیب ملت ما ندارد. ملت ما یک ملت سربلند آزاد اندیش است و فقط با حکم تقدیر گرفتار چنین یک افراد ظالم و ظلم پیشه شد. خب بنابراین ما این پیشنهادم این است که از این بیشتر خود را در حماقت دیگر گرفتار نکنید و هر چه زودتر شراف‌الدین گدایف را رها کنید تا اینکه برگردد به اروپا و یک راهی کوچک هم برای برآمدن شما از این ورطه برایتان باشد. من در اینجا صحبت خود را به انجام میرسونم و حالا نوبت رو به استودیو میدیم که اگر سوال‌های وارد شده باشد و ملاحظه‌ای داشته باشند در خدمت آنها هستیم. تشکر زیاد. الان در چت بنده یک چند سوال ارسال شد. درست است که بعضی از هموطنان شکایت دارند که سوالها را جواب نمیدیم، ولی از هموطنان خواهش میکنیم، یادآور میشیم که در زیر نوار، در زیری که مستقیما پخش زنده رفته ایستادند، سوالهای خود را اونجا ارسال نکنند، چون ما نمیتوانیم که سوالها را پی هم داشته باشیم. به همین خاطر از دوستان خواهش میکنیم که سوالهاشون خیلی که پیشتر ذکر کردیم در چت بنده بفرستید. الان یک چند سوال وارد شده است. من فکر میکنم که یک سوال تیم و جواب مشخص باشد. خب سوال در باره شراف‌الدین گدایف. خب سوال داده است که پس از این که شراف‌الدین گدایف را ربودند، آیا باور دارید که می توانید توسط جامعه بین الملل و مؤسسه های حقوقی او را سالم برمیگردونید؟ سلامت باشید. من قبل از آن که به این سوال جواب بدم درباره همین سوالهای مردم یک جمله رو بگم که واقعا مردم عزیز حق دارن از ما شکایت کنن، گله کنن که با همه سوالهای آنها جواب دادن نمیتونیم. همونطوری که مجری برنامه گفت بسیاری از سوالها مستقیما به شکل زیرنویس فرستاده میشن که به ما نمیرسد و یک قسمت سوالهای دیگر هست که به موضوع صحبت روز ربط ندارن. شما مطمئن باشید این همه ورقایی که در اینجا نزد من هست، حالا نمیدونم شاید 20-30 صفحه هست، اینا همش سوالهای شما هستند و موضوعهای گوناگون ربط دارند و حتما در وقت مناسب در جای خود من به این سوالها جواب خواهم گفت، چون وعده را به شما دادم. من نشست‌های قبلی وعده داده بودم که موضوع آیندهمون درباره وضع اقتصادی و اجتماعی کشور و ربط آنها به سیاست صحبت خواهم کرد، اما دیدید که بعداً موضوع دکتر دیگری پیدا شد، مسئله برادرمون شراف‌الدین گدایف که طبیعی است الان مجبوریم دیگر در این باره صحبت کنیم و حتما مطمئن باشید که در آینده نزدیک یک کمی که مسئله حل خود را پیدا کرد ما برمیگردیم به موضوع دیگر بخصوص به سوالهای شما. اما درباره آن که ما آیا میتوانیم توسط تلاش‌های خود و جامعه جهانی شراف‌الدین گدایف را سالم آزاد کنیم و به اروپا برگردانیم، باید گفت که کاری آسان نیست، کاری ساده نیست. اگر هر کسی بگوید چی من باشم چی کسی دیگر وعده بدهد که بله ما به زودی این کار انجام خواهیم داد، هم خود را فریب داده است هم جامعه را. حکومت تاجیکستان هم حکومت خیلی مغرور است، خیلی متکبر است، به خصوص کسانی که در رأس قدرت نشستند. من طبیعت آنها را خوب میدانم. آنها شکست را دوست ندارند، حتی شکست آشکار هم که حالا من گفتم که واقعا یک شکست بود. خب از آوردن شراف‌الدین چی به دست میارن؟ شراف‌الدین رو آوردن، مثل چندین نفر دیگر برگردوندن، حرکت اپوزیسیونی ضعیف نشد. البته ضربه میخورد ولی زود خود را برقرار میکند. حرکت اپوزیسیونی ادامه دارد، ادامه خواهد داشت، بلکه با این کار حماقت خود را نشان دادند و خود را در یک ورطه گرفتار کردند. یعنی اون ارزش را نداشت که مثلا حالا شراف‌الدین را بردن خود را دچار این همه مشکلات بین المللی کنند. از شراف‌الدین چی گرفته میتونن؟ شراف‌الدین آن چیزی را میگوید که همه میدانند.
یعنی میگوید که کبیری فلان برنامه دارد، فلان فکر دارد، پیمان ملی فلان برنامه را دارد. ما خودمون داریم اعلان کرده ایستادیم. خب از این بیشتر کو دیگر یگان چیز به شما نخواهد گفت. حتی اگر بگویدم خب نتیجهش چی میشه؟ بالاتر از اتهام تروریسم یگان اتهام دیگر در جهان نیست. حالا شما ما را کو تروریست اعلان کردید، اکستریمیست اعلان کردید. حالا اگر شرافالدین به شما چند چیز دیگر هم گفت، از این بیشتر چی اتهام میکنید؟ چی میخواهید گفت؟ هیچ چیز دیگر. اما نتیجه و عاقبتش خیلی سنگین است. و اما باز هم تکرار میکنم، حکومتداران ما یک حکومتداران خیلی مغرور هستند. حکومتدارانی هستند که اشتباه خود را نه تنها نمیپذیرند، تلاش میکنند با اشتباه دیگر اصلاح کنند. و یکی از بدبختی و مشکلشون هم در همین است. حالا ما که مشورت داده ایستادیم که چیکار کنند، میگن در همین مرحله اول اشتباهتون اصلاح کنید و برگردانید شرافالدین را. ولی احتمال زیاد دارد که اینها، چون این حرف از طرف اپوزیسیون صدا داد، اینها تلاش میکنن که نه این کارو نکنن، کاملا و دقیقاً برعکس پیشنهاد ما رفتار کنن، تا اینکه هم گویا اثبات کنن که شرافالدین آزاد هست، آزاد گشته ایستاده است، و هم شرافالدین در داخل تاجیکستان بماند، که این البته این رو هیچ کس باور نخواهد کرد. ولی مطمئن باشند ملت عزیز که هم پیمان ملی و هم دیگر نیروها و شخصیت ها تمام تلاش خود را خواهند کرد. تا امروز چی کار انجام شد؟ ببینید، ما دقیقاً یک هفته منتظر بودیم. اگر شما اهمیت داده باشید، یک هفته اپوزیسیون پیمان ملی هیچ کاری نکرد. ما منتظر بودیم که چی بشه، چرا چنین شد، و ببینیم که طرف حکومت چی روایت از این حادثه خواهد داد. اینا ببینید خیلی هم باز تکرار میکنم، مردم را ساده و گول خیال کردن و جهان امروز را جهان عصر میانه ایتالیا و زمان ماکیاولی تصور میکنن. اینها که هم شاگرد ماکیاولی هستن، همیشه میگویند که ماکیاولی این گفت و آن گفت، ولی یادشون میرود که ماکیاولی در عصر میانه بود و بالاخره نظریه او شکست خورد و خودشون در یک حالت بسیار بد از دنیا رفت. اما اینا آمدن برای جامعه تاجیکستان یک روایت درست کردن که شرافالدین آزاد است و گشته ایستاده است. بعد به هلند جواب رسمی دادن که بله شرافالدین حبس شد در اساس فلان فلان ماده ها. و طرف روسیه هم به هلند جواب رسمی دیپلماتی دادن که شرافالدین گدایف را با در اساس دو تا درخواست تاجیکستان و قرقیزستان به اینترپل حبس کردن. حالا این یک مسئله خیلی پیچیده دیگر است که حتما طرف روسیه هم باید روشنی اندازد که چگونه به یک نفری که در لیست اینترپل بود ویزا دادن، اولش چگونه او را اجازه دادن که یک مرتبه به روسیه وارد شود، به کالینینگراد و بیرون بیاید، و تنها نفری دفعه بعدی که به مسکو رفت و در اونجا را حبس کردن. احتمال زیاد است به اون خاطر شرافالدین را نتوانستن اون گروه ها بیربایند که در کالینینگراد پرواز مستقیم تا تاجیکستان نبود و اون را گذاشتن به وقت دیگر. البته حالا بعدا بعضی مسائل دیگر است که بعدا خواهیم گفت که چگونه تلاش کردن ما را هم این دایره ها به مسکو بکشانند که خدا را شکر موفق نشدند. اما دقیقاً 2 روز شد بعد از میتوان گفت 19 فوریه پیمان ملی بعد از تحلیل وضعیت وارد کار شد و شما دیدید که در 2 روز چه تغییرات شد. و امروز الان 10 سازمان بین المللی وارد کار شده است، از امریکا شروع کرده تا اروپا، و رسانه های خبری وارد کار شده است، حکومت هلند وارد کار هست. و شما دیدید که در یک روز فعالیت دست جمعانه دزدان، اون کسانی که شرافالدین رو ربودن، به چه حال گرفتار شدن. تمام شبکه ها را از این فیلم های ساختهشان پاک کردن. یک روز کاملا ساکت بودن، خاموش بودن، اصلا نمیدونستن چی بگوین و حالا دارن فکر میکنن، طراحی کرده شدن که این وضعیت رو چگونه شرح بدهند. مطمئن باشید برادران عزیز که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بخصوص پیمان ملی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اینکه شرافالدین آزاد شود. اما باز هم تکرار میکنم که این کاری ساده و آسان نیست، کاری پیچیده است، وقت نیاز داریم ما و تلاش میکنیم که مردم عزیز را قدم به قدم در جریان بگذاریم. چی کار شده ایستاده است، ما چی تلاش کرده ایستادیم، چی نتیجه داد،
و در هر کجایی که اگر احساس کردیم که نیاز به مردم داریم که حتما داریم نیاز به مردم، ما از مردم عزیز از مردم شریف دعوت خواهیم کرد که در این مسئله انسانی بهتر ملت تاجیک، حتی کسانی هم که در داخل حکومت هستند و کار میکنند، اونهایی که یک ذره انسانیت در وجودشون هنوز هم باقی مانده است، مسئله را خوب درک کردن، با افسوس و ندامت در این باره صحبت میکنند. اما اونهایی که دیگر همه مرزها را گذاشتند و در اون هیچ شرف و کرامت باقی نمانده است، اونها در یک دو روز اول دیده چقدر خرسندی میکردند و اتفاقا نه تنها در دایره هایی که منصبداران و کسانی که در خدمت این منصبداران هستند، بلکه بعضی افرادی که خود را روشنفکر میدانند، مبارز میدانند، اینها هم طبل شادی زدند، به هر شکل این شادی خود را بیان کردند و حتی شروع کردند به جستجوی گناهگار که در اینجا کی گناهگار بود. شراف‌الدین خودش گناهگار بود و کسان دیگر گناهگار بودند. اما ما دعوتمون از همگاه این است که حالا بحثی آن که چرا چنین شد این در آینده هست، حتما این تحلیل خواهد شد. الان وظیفه یکایک ما این است که شراف‌الدین را از این مصیبت برهانیم و من مطمئنم که ملت عزیز در این کار با ما همکاری خواهد کرد. خب سلام علیکم بار دیگر. سوالی دوم میخواستم که به سهمی شما رسانم. لطفاً محترم رئیس در سوالا کوتاه جواب داده شود، چون که سوال ها به نهایت زیادند. خب اینک شروع میکنیم با سوال دوم. در مورد مهاجران روسیه که 90% با شما هم فکر هستند چی میتوانید پیام دهید و یگان فکر دارید که مناسبت برقرار گردد؟ و اگر سوال دوم هم اگر امکان دارید یک باره جواب دهید که این رابطه به همون اگر ربط داشته باشد بله بفرمایید. اگر به همین سوال دادهتون ربط داشته باشد بله. بله، چون سوال در باره بازم شراف‌الدین برادر عزیز می رود. خب پس اینکه شراف‌الدین گدایف را ربودن با اطلاع ما بیش از 135 نفر را در روسیه بازداشت کردند. البته این به امر مقامات تاجیکستان بود، برای به وحشت آوردن مهاجرانی که میدانستند به نهضت هم فکر بودند. خب منبر از شما. سلامت باشید. من محترم وزیر تلاش میکنم که کوتاه‌تر جواب گم، اما ما سیاستمداران میدونید که طولانی صحبت کردن رو دوست می‌داریم. بخشش میپرسم از شما و تماشاگران محترم. گاه آدم مجبور میشود که کمی مفصل‌تر به سوال‌ها جواب گیرد تا اینکه پهلوهای گوناگون مسئله روشن شود. اما درباره سوال شما که گفتید 90% مهاجرین یعنی با ما نزدیکند یا مخلص هستند و چگونه ما با آنها میتوانیم تماس بگیریم. اولش اینکه دوستان عزیز، من باور ندارم که 90% مهاجرین با ما هم فکر باشند و اگر هر کسی هم فکر کند که 90% ملت یا مهاجرین یا هر کسی دیگر با او است، این یک اشتباه است، این خودفریبی هست، یک فکر میکنم که یک توهمی هست که اکثر سیاستمداران با اون گرفتارند. اگر در همین شب و روز بعد این همه فشار و دروغ و تهمت 30% مهاجرین و مردم با ما باشند، این پیروزی بزرگ است که من مطمئنم که بیشتر از 30%، بیشتر از 40-50% با ما هستند. ولی من واقعیت رو میگم که اگر برای یک نیروی اپوزیسیونی 20%، 30% مردم آگاه با او هم فکر باشند، این کافی است. در علم جامعه شناسی را اثبات کرده است که در همه جامعه ها، در همه کشورها و ملت ها تنها از 5 تا 10% مردم توجه به مسائل سیاسی دارند و آگاهانه رفتار میکنند. باقی مردم همیشه شرایط رو نگاه میکنند، وضعیت رو میبینند و زود میتوانند فکر خود را تغییر دهند.
ولی حالا من خیلی خرسند میشم که مهاجرین این محبت و اخلاص خود را بیان میکنند. ببینید دوستان عزیز، شراف‌الدین هم به خاطر تماس گرفتن با مهاجرین به روسیه رفته بود. یکی از هدفاش همین بود. البته یکی از هدفاش ملاقات با دوستانش که از قبل زمان گروه 24 بودن و در مسکو فعالیت کردن با آنها ارتباط داشت و از همون دایره ها او را فریب کردن بردن. ولی همزمان فکر داشت که با مهاجرین در تماس می شود، ملاقات می کند، رابطه را برقرار می کند و برمیگردد. اما ما در این شرایط مطمئن باشند هموطنان عزیزمان که در هجرت قرار دارند، چی در روسیه چی در اروپا یا جاهای دیگر، که ما اولا که دعاگوی آنها هستیم، در فکر آینده و امروز آن هستیم و ثانیاً تماس ما، ارتباط ما بیشتر باید توسط شبکه‌ها باشد. ما هیچ نیاز به تماس مستقیم با مهاجرین بخصوص در روسیه و منطقه آسیای مرکزی نداریم و این خطرناک است هم برای ما و هم برای اونها. اما تماس شبکه‌ای که امروز اینترنت این شرایط رو فراهم ساخته است، از نگاه ما مناسب ترین تماس هست و ما در این تماس ها هستیم و روز به روز بهتر و قوی‌تر می شود و همین صحبت ها هم بیشترش به خاطر هموطنان عزیز در هجرت هست. اما سوال دیگری شما که گفتند بعد از ربودن شراف‌الدین بیش از 135 نفر رو در روسیه نگه داشتند و گویا آنها متهم به همکاری با نهضت هستند. ما این خبر را تحقیق کردیم. این خبر قبلا هم به ما رسیده بود، تصدیق خود را نیافت. البته تصدیق 135 نفر درست است، اما خبر این که در مبنای ارتباطی آنها با نهضت یا همکاری آنها با نهضت اینها بازداشت شدن، این درست نیست، چون ما قبلا هم اعلام کرده بودیم که در تاجیکستان و در کشورهای سابق شوروی تمام فعالیت خود را قطع کردیم. اگر فعالیت تماس داریم با مردم، نه همچون تماس اعضای حزب هست، بلکه تماس یک نیروی سیاسی با مهاجرین هست. در مجموع در اینجا مسئله حزبی نیست دیگر. و اون نفرانی را هم که حبس کردن شمارهشون شاید از 135 نفر بیشتر باشد. اینها بیشتر ربط دارند به پرونده های دیگر، بیشتر ربط دارند به مسئله های بود و باش، مسئله اقامت و باید بگیم که متاسفانه هیچ مهاجر در روسیه به حقوقتر از مهاجر تاجیک نیست و این نتیجه فعالیت و سیاست های حکومت امروزه هست که از تاجیک در خارج یک جنایتکار، یک قانون شکن تراشیده است. شما ببینید که حکومت تاجیکستان ملت تاجیک را در خارج چگونه معرفی میکند. یک گروهش را همچون تروریست، یک گروه دیگر رو اکستریمیست، یک گروه دیگر رو افراطگرا، رادیکال. و این دعواهای حکومت تاجیکستان است که باعثی جرأت پیدا کردن از طرف مقامات و خدمات مهاجرت، خدمات پلیس کشورهای منطقه شده است. چون وقتی که خود حکومت تاجیکستان هر روز روی خطهای 100 نفری، 1000 نفری رو میفرستد به روسیه، به قزاقستان، به ترکیه، به ایران، به اروپا، طبیعی است که در نزد مقامات این کشورها یک تصور با وجود می آید که 90% تاجیکا یا جنایتکارند یا به مواد مخدر ربط دارند یا افراطگران، وگرنه یک حکومت نباید تا این درجه ملت خود را، هموطنان خود را سیاه کند. شما ببینید تاجیکستان در روی خط اینترپل چند نفر دارد. ما بیشتر از چینی 1.5 میلیارده داریم با 9 میلیون اهالی. روی خط تاجیکان در اینترپل بیشتر از چین است، بیشتر از هند است، بیشتر از روسیه هست. این چه معنی دارد؟ معنی آن را دارد که حکومت تاجیکستان ملت را در سازمان‌های بین‌المللی در خارج همچون جنایتکار دارد معرفی میکند، از طرف دیگر خود را همچون دروغگو و تقلبکار معرفی کرده ایستاده است، از یک طرف دیگر ملت را سیاه میکند. برای همین من در یک صحبت قبلی هم گفته بودم که اگر یک خارجی، یک تحلیلگر رفتار حکومت تاجیکستان را بگیرد از روی سندهای خود حکومت، گزارش‌های حکومت تحلیل کند، در نزد خود سوال میگذارد که این چی دولت است، این چی ملت است. رهبریتش دزد و فسادکار و دیکتاتور، تمام نشانه ها وجود دارد. از صورت حساب‌ها در
بانک های آفشاری و از آنکه 28 سال یک نفر در سر قدرت است و فرزندان خود را در منصب های کلیدی مونده است، این نشانه های عادی یک دیکتاتور هست یا نشانه های عادی یک نظام کروپسیونی هست. از طرف دیگر نصف ملت در روی خط سازمان های تروریستی و اینترپول و در سازمان های آدکبه و شاسینا هست. سوال با وجود میاد که این چی ملت است و این چی کشور است، این چی حاکمیت است؟ متاسفانه این واقعیت ما هست که این یک حکومت بیخیرد و ناکاره هم خود را دارد بی‌آبرو میکند و هم ملت را، و این است که 135 نفر هموطن ما از طرف دلخواه میلیسیونر مسکو میتواند ماها و حتی بعضیش سالها در زندانها بماند در آنجا. بازم ببخشید که طولانی جواب دادم. خب سلامت باشید. خب یک نفر به نام حقیقت اگر اشتباه نکنم دیروزم در برآمدی معاونی پیمانی ملی تامین سوال داده است. نمیدونم که چرا باز الان سوال دیروزه را داده است. این در موردی همون که گویا گفته باشد در رابطه با اینترپول که برای اینترپول شما یگان مراجعت میکنید که مثلا ربوده شدن شراف‌الدین گدایف توسط اینترپول صورت گرفته شده است. خب دوستی عزیزم، اینترپول در قضیه شراف‌الدین الان هیچ کمکی به شراف‌الدین نخواهد کرد و نمیتواند بکند. من قبلا هم گفته بودم، حالا بار دیگر تکرار میکنم که اینترپول این یک سازمان بین حکومتی هست. این هم شاید گفت که پلیسیای بین المللی که اعضای آن و سوبیکت آن حکومت ها هستند، نه سازمان های بین المللی، نه جامعه شهروندی و نه شهروندان. بنابر همین تنها طرفی که میتواند با اینترپول کار کند، یک نفر رو وارد کند، یک نفر رو از آن بیرون کند، خود اینترپول هست و حکومت ها هستند. حکومت تاجیکستان هر کسی رو وارد لیست اینترپول کرده باشد، باز هم حکومت تاجیکستان اولین حق را دارد که نفر رو از لیست اینترپول بیرون کند. حالا بعد تغییرات الهایی که در آیین‌نامه اینترپول اخیراً وارد شد در نسبت پناهندگان سیاسی، الان امکانیت پیدا شد که کشوری که به این یا نفر پناهندگی سیاسی داده است حق دارد که پرونده را به اینترپول برد و تلاش کند که این نفر را از لیست اینترپول بیرون کند. اما یک راه دیگر وجود دارد که این در نزد خود اینترپول یک سازمانی هست برای بررسی پرونده ها. باید که نفر خودش یا ادوکات بگیرد یا اینکه یکی از سازمان های بین المللی به دفاع از حقوق بشر همچون ادوکات برآمد کند و پرونده را در نزد این زیرنهاد اینترپول بحث و بررسی شود تا اینکه طرف از لیست اینترپول بیرون شود. من از تجربه پرونده خودم میگم که بیشتر از یک سال ضرورت داشت که وکیلان دفاعی ما که وکیلان بین المللی بودند تلاش کردند تا اینکه به یک نتیجه برسیم. اما دوستان عزیز باید بدانند که اینترپول و سازمان های ادوکاتی هیچگاه پرونده های دست جمعی را قبول نخواهند کرد. برای مثال امروز من گفتم پیشتر که از تاجیکستان صدها نفر در لیست اینترپول با دعوای حکومت تاجیکستان هست. شاید نزدیک 30 و چند نفر از حزب ما تنها در اینترپول هست. رهبریت حزب نمیتواند با یک درخواست دست جمعی این مسئله را بررسی کند. باید برای هر نفر پرونده علاهیده باز شود و بعدا اون بررسی شود که سالها وقت میگیرد. بنابراین همین در قضیه شراف‌الدین من مطمئنم که اکنون حکومت هلند که الان سوبیکت فعالیت اینترپول هست، بعد از این حادثه حتما این مسئله رو پیگیری خواهد کرد و ما باور داریم که این بزودی نه تنها شراف‌الدین بلکه چندین نفران دیگر از لیست اینترپول بیرون خواهند شد. اتفاقا من این رو برای معلومات دوستان بگم که همون سازمانی که
اسم بنده را از لیست اینترپول توانست بیرون کند. الان از طرف ما باز چندین درخواست دیگر را گرفت و اونها این پرونده ها را دارن بررسی میکنن، اما مشکلی در آن است که این سازمان صدها و شاید هزارها پرونده دیگر از سراسر جهان دارد، نه تنها از تاجیکستان نه. و برای آنکه یک پرونده را از تاجیکستان قبول کنند خیلی باید دلیل های قوی داشت و در نوبت ایستاد. پرونده ما را به شکل استثنایی پذیرفتند بدون نوبت، به خاطر شاید فعالیت های ما یا شاید به خاطر سابقه کاری ما، یا میدانستند مطمئن بودند که دعوای حکومت دروغ است، زود آن را پذیرفتند و به نتیجه رسید. اما ما تلاش خود را خواهیم کرد که این پرونده های دیگر هموطنان عزیزمان هر چه زودتر در اینترپول مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. سلامت باشید. یک سوال دیگر که گفته است الکی شما پاسخ دادید که این سوالش هم بود که نام خودش را گرفته است و چرا نتونست نام دیگر همسنگرایش رو بگیرد. خب دیگر به سوالش پاسخ گفتید، ولی یک سوال نهایی داشته است. میگوید که چرا سازمان رشد اصلاحات تاجیکستان که راهبرش تازه تعیین علیشیر عبدالرحمانوف است صدای از اون بر نمی آید و همچون مثل شرافالدین گدایف در رسانه ها یا اینکه در آینه نیلگون نیستند؟ نه این طورم نیست دوستی عزیز. من تا جای خبر دارم الکی این سازمان بیانیه خود را درباره قضیه ربودن شرافالدین گدایف الکی نشر کردند. خیلی زود هم بازم از رسانه میدونید همه شما که جلسه صدارت خود را برگزار کردند، در آن مسائل تشکیلی دیده شد و علیشیر عبدالرحمانوف را هماهنگساز جدید این سازمان انتخاب کردند. این الکی در یک مدت کوتاه برگزار کردن این همه چاره‌بینی کاری آسان نیست و مطمئن باشید که این دوستان مثل پیشین فعال خواهند بود و البته نیاز به تجربه دارند برای آنکه یک کادر مثل شرافالدین بی‌صبر زد و فعال باشد. کمتر نیاز به وقت است، ولی من مطمئنم که نه تنها علیشیر عبدالرحمانوف بلکه دیگر شخصیت‌هایی که در این سازمان عضو هستند فعال خواهند بود و شما روزهای نزدیک فعالیت اونها را خواهید دید. سلامت باشید. یک نفر دیگر به نام محمد شریف زاده. خب پیش از آن که این سوال به شما بدهیم از هموطنان عزیز بار دیگر خواهش میکنیم که ما به سوال هایی که پر از تحقیر و سوال هایی که عموما نباید خوانده شود عموما جواب نمیدهیم. خواهش میکنیم که یک طرز آداب رعایت کرده شود. خب میگذاریم به سوال محمد شریف زاده. سلام محترم کبیری. خب اینجا اینوشن نمیخونیم. از شما چنین سوال دارم: اگر بعد سر قدرت آمدن پیمان ملی یا اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شما هم مثل اخوان المسلمین، محمد مرسی، کسانی که بالای مردم ظلم کردن گذشت کرده منصب می دهید یا مثل رئیس جمهوری ترکیه را گفته است رجب اردوغان به آنها برخورد میکنید؟ اگر گذشت کنید پس کسانی که بالای این ملت اینقدر سالها ظلم کردند از کشتار، تجاوز، غصب اموال یا این نادیده گرفتن حقوق مظلومان نیست؟ خب فعلا به همین سوال پاسخ دهید لطفا. سلامت باشید. اگر در رفت جواب دادن از سوال دور شدیم خواهش میکنم برگردونید، چون که سوال کمی پیچیده تر است. اما قبل از سوال این نکته را میخوام بگویم، چی در این صحبت چی در صحبت های بعدی، بله اگر تحقیر هست در سوال ها
طبیعی است که آن باید به خاطر احترام تماشابینان در افیر راه نیابد. اما خواهش میکنم که هیچگاه از سوالهای تنقیدی پرهیز نکنید، بگذار اگر سوالهای تنقیدی باشد بدون تحقیر آنها ارائه شوند و جواب خواهیم گفت. اما اون تحقیرها را هم فقط به خاطر آن میگم که تماشابینان ناراحت نشوند و احترام آنها به جا آورده شود. ببینید دوستی عزیزم، اسمش یادم رفت، محمد گفتن اگر خطا نکنم، سوالی که شما میگید یک سوال بسیار پیچیده است که مثلا نیروهای جدید وقتی سر قدرت میآیند در هر کشوری با الیت سابقه چیکار باید کنند. و حالا فرق ندارد چی من شخصا بیام در قدرت، چی در مجموع یک نفر دیگر بیاد که مثلا پیمان ملی بیاید یا پیمان ملی هم جزئی یکی از ائتلاف ملی وسیع‌تر باشد، حالا فرق نمیکند. ما نباید شخص را یا حزب را، گروه را به تنهایی تصور کنیم. اصلا نظر بنده این است که هیچ حزب در آینده نباید به تنهایی تاجیکستان را مدیریت کند. باید یک مجموعه از احزاب ملی باشند، از آن جمله برخی از کسانی که در حاکمیت امروز هم فعالیت میکنند. نباید ما کادرهای ملی را به حکومتی و اپوزیسیونی تقسیم کنیم. ما 90% کادرهای ملی که امروز در ساختارهای دولتی هستند اینا فرزندان همین ملت هستند. اگر گاه بعضی اشتباهایی میکنن، علیه ما صحبتی میکنن، مجبور هستند، اما اونا کادر ملت هستند و مطمئن باشید که آنها در حکومتی آینده، در حکومتی ملی جای خواهند داشت. اما بحث سری چند نفری هست که واقعا جنایت کردن و معلوم است. من در یک صحبت قبلی گفتم که مشکلی تمام نیروهای آزاد اندیشی تاجیک فقط شخص امامعلی رحمان است. ما حتی با خانواده هم مشکلی زیاد نداریم. هنوز اونها خوشبختانه فرصت زیادی برای صادر کردن چنین جنایت‌های سنگین نکردن. البته من پیشتر گفتم که این جنایت اخیر رو بعضی‌ها تلاش دارن که بر دوش همین سیاستمداران جوان پرتایند. اما من حالا اونا رو هم آگاه میکنم، دیگران که دست به جنایت اون نسل قدیمی‌تر پدران و سابقه‌داران حکومت نزنند و خود را آلوده به این جنایت‌ها نکنند. چرا؟ برای آنکه مردم این سوال‌ها را می‌دهد. مردم از ما طلب میکند فردا که فلانی جنایت کرد، چرا شما اونها را بخشیدید؟ و مثال هم میارن که محمد مرسی وقتی که بعد از انقلاب بهار عرب در نتیجه یک انتخابات مردمی دموکراتیک پرزیدنت شد، اما کسانی که طول این همه سالها جنایت کرده بودند، ظلم کرده بودند، از جمله بعضی از گنرال ها را اونها را باز آورد. همین عبدالفتاح سیسی را مرسی وزیر دفاع کرد. شما نوارها را بینید، در وقتی که مرسی رئیس جمهور بود و این تازه وزیر دفاع تعیین شده بود، از آنگوی محمد مرسی بود. میدونست که محمد مرسی یک انسان دین محور است و 5 وقت نمازش بجا است. وقتی نماز که میشد در نوارها من چند پیش دیدم، خسته از آن میگوید که بیاید جناب پرزیدنت نماز پیشین شد یا عصر شد نماز رو بخونیم. اما وقتی که دیگران پول دادن، بعضی کشورهای خلیج با او پول دادن و وعده کردن، همین نفر خدمتگار مرسی که از طرف مرسی آورده شده بود پول را گرفت و خیانت به مرسی کرد و او را پرزیدنت انتخاب شده را به وارد زندان کرد. الان خودش رئیس جمهور شد و هزارها نفر را کشت و زندانی کرد. طبیعی است که ملت از ما حق دارد بپرسد که بعداً چی خواهد شد به این جنایتکارانی که الان ظلم میکنن به مردم. آیا مثل مرسی رفتار شود یا مثل اردوغان که در این مسئله خیلی شفاف و آشکار رفتار میکند، یا مثل پوتین یا مثل دیگر رئیس جمهورایی که زیاد نسبت کسانی که ظلم کردن رحم و شفقت نکرد. من نظرم این است، باز تکرار میکنم که شرایط تاجیکستان فرق میکند از مصر، از روسیه، از ترکیه و جاهای دیگر. ما بسیاری کسانی که جنایت ها را صادر کرده ایستادند مجبورن یا هنوز نفهمیدن که در چه جنایت امامعلی رحمان آنها را وارد کرده ایستاده است. امامعلی رحمان تلاش میکند که شمار بیشتری منصبداران وارد این فضای جنایتکاری شوند، پاره‌خور شوند، دست به جنایت بزنند، مردم را شکنجه کنند و بعدا بگوید که ببینید اگر اینها آمدن تنها ما را جزا نخواهند داد، شما هم در لیستی آنها خواهید بود، شما را هم جزا خواهند داد. چرا؟ برای اینکه ما این جنایت ها را با هم
صادر کردیم، پول را با هم دزدیدیم، من هم دزدیدم، شما هم از مردم پاره گرفتید، من هم شکنجه کردم به دست شما کردم، شما اجرا کردید. من کو یگان نفر رو شخصا یگان قمچی نزدم، یگان کلید زندان در دستی من نبود، شرف الدین رو من نرفتم از مسکو بیارم، فلان وزیر آورد، فلان سفیر آورد. ببینید مسئله خیلی پیچیده هست. من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم با ملت، با بخصوص این هموطنان که در حکومت هستند و دانسته یا ندانسته دست به جنایت میزنند، اگر درک کنند که از این به بعد اگر احتیاط کنند، من مطمئنم که هم ملت میبخشد و هم ما خواهیم بخشید. حداقل ما دلیل داریم در نزد ملت که بعد از این هشدارهای ما، پیامهای ما، آنها از جنایت‌های خود دست برداشتند. اما اگر بازم ببینیم که نه، اینها دارن دوام میدن و آشکار هم دوام میدن و باز فخر هم میکنن با این جنایت‌های خودشون، با این شعار احمقانه‌شون که ما میتوانیم. بله شما هم اینو مقوله رو میتوانید و زیاد نیاز نیست تکرارش کنید. همه دیدن که این بیرحمی و این دزدی و این غارتگری رو شما خوب دارید انجام میدهید، اما ملت هم دارد ثبت میکند اینها را. بنابراین دوستی عزیزم، سوال شما خیلی سوال دشوار است، اما من همچون یک نفر امروز مسئول به شما خواهم گفت که حداقل اون نفری که در این همه جنایت‌های ملی دست داشت در آینده تاجیکستان هیچ جای نخواهد داشت. تشکر زیاد با شما و هموطن عزیزمون محمد شریف زاده. خب آن هم مثل یک خبر پرتافته است. هم محمد شریف زاده گفته است که الان دوستان میگویند که در تاجیکستان خب پخش برآمد زنده رهبر پیمان ملی در یوتیوب علاقه یوتیوب مسدود شده است. خب هموطنان عزیز، از شما بار دیگر خواهش میکنیم که بعضا میشد که به سوالهای شما جواب نمیتیم، به خاطری که 4-5 سوال وارد شده است الان، همش تقریبا یک مضمون دارن و تقریبا یک سوال است. به همین خاطر خواهش میکنیم که از ما نرنجن، چون سوال های یک خیله باشن ما تلاش میکنیم که به گروه بندی جدا کنیم و به سوال های شما پاسخ بگوییم. خب یک سوال دیگر به سمع شما میرسونیم. سلام دارم با عرض و ادب، همت شما محمد کبیری. محترم کبیری، در قضیه ایشان عبدالقادر که در اوکراین هستند و بازداشت شدند از طرف شما یگان تلاش صورت گرفت. عیناً همین سوالت 4 نفر به همین مضمون همین سوالت 4 نفر دادن. امیدوارم که پاسخ برای همه قناعت کننده باشد. بفرمایید. سلامت باشید. البته درباره آنکه یوتیوب رو و دیگر شبکه‌ها رو هنگام صحبت من در تاجیکستان مسدود میکنن، این طبیعی هست و نباید سیر باشد. حکومت تاجیکستان مثل شترمرغ رفتار میکند. شترمرغ وقتی که خطر رو احساس کرد در بیابان سر خود رو زیر ریگ میکند و فکر میکند که دیگر او رو هیچ کس ندید. اگر سرش رو زیر ریگ کرد یعنی تمام اون پنهان شده است، در حالی که 90% بدنش بالای ریگ است و همین است که پلنگ و شیر و دیگرها رو از بین میبرند. حکومت تاجیکستان هم دقیقاً فکر میکند که با مسدود کردن یوتیوب و این فیسبوک و دیگر شبکه‌ها جنایت‌های خود را پنهان کرده میتواند. نه، دیگر این فایده ندارد، چون خب یک روز یوتیوب را مسدود میکند، 2 روز بالاخره این خبرها توسط شبکه‌ها و توسط مردم حتما پند خواهند شد. بهترشون است که اون آزاد بگذارن مردم را. اگر واقعا هم نمیترسن، خود را دموکرات میدونن، مردمی میدونن، از بحث روبرو چی میترسن؟ مانند بگذار مردم خودش انتخاب کند، اونا صحبت کنن شب و روز از تلویزیون، ما صحبت کنیم، مردم خودش بالاخره قضاوت میکنند. اگر شما واقعا باور دارید که ما حرف دروغ میزنیم، حرف غلط میزنیم
مردم طرفداری ما نیست، پس چرا میترسید؟ بگذارید مردم خودش بشنود و بگوید که فلانی دروغ میگه، فلانی دانش ندارد، فلانی به نفع ملت و کشور صحبت نمیکند. اما شما میترسید. معلوم است که این مسدود کردن و پنهان کردنتون نتیجه همون ترس و نتیجه آشکار شدن اون جنایت است. اما دوستی عزیز ما درباره ایشان عبدالقادر که در اوکراین حبس شده است، با ما این خبر رو رساندند و قبلا که گفتن یکی از فرزندان شخصیت‌های بزرگ تاجیکستان در اوکراین حبس شده است. ما چرا این مسئله رو رسانه‌ای نکردیم شخصا خودمون؟ برای آنکه باز هم ضرر به پرونده این برادر نشود و مقامات فکر نکنند که او با ما همکار است و همصف است، چون هر کی با یک لایک موند و یا که ما از او صحبت کردیم این مقامات خیلی هم حساس میشوند. اما چون این سوال رو دوستان دادن، مطمئن باشم که کسانی که مسئولیت کمک به مهاجرین در این گونه حالت افتاده را دارند حتما دنبال کار هستند و حالا با استفاده از این فرصت من از برادران و خواهران خواهش میکنم که هر کی هر چی امکانیتی دارد برای رها کردن این برادر از زندان تلاش خود را انجام بدهد و ما هم باز بار دیگر اقدام ها را بیشتر خواهیم کرد. و یادتان نرود دوستان عزیز که کمک کردن به تاجیکانی در چنین مشکلی افتاده در کشورهای سابق شوروی کاری آسان نیست، بخصوص در روسیه، در بلاروس یا در اوکراین و کشورهای دیگر. اما چندین پرونده های داشتیم که با تلاش دوستان مثلا در بلاروس و اوکراین این مشکلات حل شد. اخیراً یکی از فوتبال بازان رو هم که در بلاروس زندانی شده بود، بچهای اروپا خیلی تلاش کردند، دستشون در نکند. ما میندار هستیم که این برادر رها شد. حالا اون برادر خودش میداند یا نمیداند، بالاخره خدا شاهد است، دیده ایستاده است و امید دارم که اون برادرم و دیگر برادرانی هم که کمک بچهای اروپا به آنها رسیده بود از کمک آنها مینداری خواهند کرد و اینها را قدردانی خواهند کرد، چون خود مهاجرین اروپا هم در وضع چندان خوبی نیستند. اکثر آنها استاتوس ندارند و هنوز هم در این مشکلات معلق ماندند، اما با وجود این هم تلاش کرده شدند که به برادران خود در خارج از اروپا کمک کنند. مطمئن باشید دوستی عزیز ما تلاش خود را دوچند خواهیم کرد. تشکر زیاد. یک نفر نوشته است، البته یک دوستمون از داخل فرستاده است سوالا. السلام علیکم. یک لحظه چون سوال ها پی هم زیاد آمدن. خب پیش از آنه که این واز شود یک سوالی در این تابلوی من برآمدگی. خب دیگر سوال است باید داده شود چون اشاره شد. میگوید که تاجیکستان زیبا است، آباد است، آرامی است. اگر شما حق باشید چرا امروز ملاها با شما همکاری نمیکنند؟ مرحمت. خب پیش از همه برادر شهرت، شما فکر میکنم حس میکنم که بعضی سوال ها را انتخاب میکنید. باز تکرار میکنم اگر تحقیر نباشد به نوبت سوال ها را دادن بگیرید، اشکال نداره. شاید تنقید هست، نمیدونم در اونجا هر چی هست، چون من میترسم از اون که در تماشاگران احساس این پیدا نشود که شما سوال ها رو انتخاب میکنید از بین چند سوال و اون سوال ها رو مطرح میکنید که با خود شما معقول است یا تنقید است در آن این شکل. ولی به هر صورت دیگر حق در شما هست، شما مجری برنامه هستید، فقط ما هم چون یک شریک شما این ملاحظه خود رو میگیم. حالا که برادر داده است قسمت اولش رو نفهمیدم که این چی ربط دارد به آباد و زیبا بودن تاجیکستان. تاجیکستان واقعا یک کشور زیبا است، یاد کردیم تاجیکستان رو، وطن عزیزمان رو، ولی کشور آباد گفتن اینجا کمتر سوال است. حالا شاید که شما مفهوم آبادی را
دیگر خیلی میفهمید. از نگاه ما آباد، کشوری آباد این است که حداقل در بین 200 کشور دنیا که امروز تقریبا بیشتر از 200 کشور هست، تاجیکستان ما در 100 باشد، در 80 باشد، حداقل در 150 باشد. من نمیگم در 20 و در 40 و 50 باشد، حداقل 150 باشد. من میگم که بله تاجیکستان ما یک کشوری نسبتا آباد هست و رو به رشد است. اما شما تمام گزارش‌های سازمان ملل متحد، آبی‌سی، آدکب و اون گزارش‌های را بگیرید که به خودتان معقول است. شاید بعضی از هموطنان ما میگن که گزارش‌های خارجی‌ها غرضناک است. شما بگیرید اون گزارش‌هایی که خودتان غرضناک حساب نمی‌کنید. تاجیکستان ما از لحاظ رشد فساد زدگی در 20 کشور اول هست، از فقر در 20 کشور اول هست، از آزادی بیان، آزادی مطبوعات در 10 کشور هست. یعنی ما 190 هستیم، 195 هستیم و بار اول تاجیکستان این سال در بین کشورهای از همه بدی بدترین در مسئله آزادی ها وارد شد. حالا اگر این برای شما آبادی هست، پس شناخت ما و شما از آبادی از آزادی فرق میکرده است و ما باید اینجا یا من اصلاح کنم خودم را یا شما خود را اصلاح کنید. اما در مسئله که چرا ملاها با ما نیستند، دوستی عزیزم، ملا بودن هنوز معیار نیست. ملا کسی را میگویند که دانش دینی دارد و مثلا کتاب های دینی خوانده است و نمایندگی از دین صحبت میکند. اما هیچ کس نگفته است که ملا حقیقت گوست. ملا، همه ملاها عدالت خواه هستند، همه ملاها از خدا میترسند، همه ملاها در فکر عقیده و دین و آیین هستند. ملا بودن یعنی چی؟ حالا کی گفته است که ملا حتما باید با ما باشند؟ برای ما کافی است که انسان‌های حق‌گو و حق‌جو با ما باشند. حالا چی ملا باشد چی غیر ملا، حتی اگر ضد ملا هم باشد، حتی اگر اتئیست هم باشد، ولی در مسئله حقیقت و عدالت با ما باشد برای ما کافی است. و درد ما نمیخورد یک ملایی که حالا در منبر پیامبر اکرم ایستاده است از نام خدا و رسول هم صحبت میکند، اما دقیقاً در خدمت ظالم است، در خدمت دروغ است، روی راست دروغ میگه. من باز تکرار میکنم وقتی که در حاشیه کنفرانس تهران از جناب عبدالقادرزاده سوال کردم که چی ضرورت دارید که از منبر پیامبر ایستاده صلوات الله علیه دروغ میگید؟ خب حداقل این دروغ رو نگید. من رو تنقید کن، من آدمی به کمبودی نیستم، کمبودی زیاد دارم، کمبودی هم رو تنقید کن، اما دروغ نگو. خب گفت که وضعیت ما رو میفهمید. یعنی اون وضعیتش چیه؟ منظورش که من از حکومت میترسم، از خدا نمیترسم، از فرد روز قیامت نمیترسم، از حکومت میترسم. خب این یک ملا هست. حالا همین ملا اگر در این روز مبارزه با من نباشد اشکال ندارد و خدا را شکر که با من نیست. و حدیث پیامبر هست که در اون حدیث شریف میگه که کسانی که هر کی کسانی را در این دنیا دوست می‌دارد فرد روز قیامت با همون در روز رستاخیز یا حشر برمیخیزد. خب امروز یک ایده از حقیقت‌جویان، عدالت خواهان، برادرانی که واقعا دلشون به دین، به آیین، به ملت، به وطن میسوزد در یک سنگر قرار گرفتن که اینا دقیقاً دارد راه پیامبران و شهیدان و بزرگان را ادامه میدهند. حالا اون یک قسم از ملاها به تعبیر شما رفتن در جبهه دیگر قرار دادن، در جبهه کسانی که حجاب را منع میکنن، مسجد میبندند، مدرسه را منع میکنن، کسانی که ریش میتراشند، کسانی که علیه اسلام صحبت میکنن. خب در اون جبهه قرار گرفتن. اگر این ملاها در اون جبهه هستن، در اون سنگر هستن، حالا دیگر این انتخاب اونها است. ما بازم در حق اونها دعاگاه هستیم که در لحظه آخر توبه کنند، بر بگردن از این اشتباه تا اینکه فردا روز قیامت در گروه روز محشر در گروه قرار بگیرند، با کسان قرار بگیرند که در راه پیامبران و شهیدان و مبارزین هستند، نه در گروه کسانی که دقیقاً علیه دین، علیه پیامبران، علیه ارزش‌های دینی و ملی بودند. زیاد میکنیم. دو سوال وارد شده است درباره
یکتاش درباره شراف‌الدین گدایف است که الان به سمتون میرسونم. آیا این قضیه شراف‌الدین گدایف مناسبت دولت‌های اروپا به مهاجران تاجیک دیگر میکند؟ لطفاً به این پاسخ گید و سوال بعدی رو میخوام. من فکر میکنم که حتما دیگر خواهد کرد. چرا؟ الکی دو قضیه بود که در مناسبت اروپایی با تاجیکستان و اپوزیسیون تاجیک تاثیر رساند. یکی اون حادثه تروریستی دنقره بود که حکومت تاجیکستان بلافاصله ما را متهم کرد، گناهکار کرد و تمام اروپا را پر از گزارش و خبرها کرد و بعد اروپایی آمدن تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که حکومت تاجیکستان دروغ میگه و این خیلی تاثیر رساند. من که با شبکه‌ها و با رسانه‌ها صحبت میکنم، با دیپلمات‌ها صحبت میکنم، اونا گفتن که قبل از این حادثه‌ها یک وضع شک و گمان‌های فکر میکردیم که نباید یک حکومت تا این درجه دروغ بگه. بالاخره اونا سفیر دارن اینجا، دیپلمات هستن. اما بعد از این حادثه، بعد از تحقیق این مسئله، به این نتیجه رسیدیم که واقعا هم حکومت تاجیکستان یک حکومت دروغگو بوده است. اصلا هیچ اعتماد دیگر به حکومت تاجیکستان نیست. اما اون حادثه به حکومت تاثیر داشت، نه به مهاجرین تاجیک. الان این حادثه هم به حکومت تاثیر دارد، هم به مهاجرین تاجیک. به حکومت تاثیر منفی دارد به این دلیل که حکومت تاجیکستان را همچون یک حکومت دزد و آدم ربا میشناسند و دقیقاً بالای اون شک و گمان‌های کشورهای اروپایی درباره حکومت تاجیکستان باز ضم خواهد شد. خودشان دلیل‌های بیشتر دادن. اما در پرونده تاجیکان دیگر مشخص است، معلوم شد که واقعاً هم مهاجرین تاجیک، اونهایی که به اروپا آمدن همچون پناهنده سیاسی، مشکلی داشتند. در روبرویشون یک حکومت نه تنها ظالم هست و دیکتاتوری هست، یک حکومتی قاچاقبر هست، انسان دوز هست و الکی این مسئله روشن شد و حتی همین 2 روزه که گذشت، من دیروز با شبکه تلویزیونی هلند صحبت داشتم، مصاحبه میدادم، ژورنالیست میگفت که برای ما این یک چیزی کاملا نو هست و ما الکی برداشته شده این مسئله ها رو که توجه به مهاجرین تاجیک بیشتر شود، زیادتر شود و اروپا درک کند که این ملت مظلوم تاجیک در روبروی چگونه حکومت ایستاده است که هم شهروندانش را مجبور میکند که از کشور فرار کنند، هجرت کنند و هم آنها را از خارج میدزدد. خب یک گروهی را با واسطه فریب و پول و وعده و حالا به هر شکلی برمیگرداند، یک ایده دیگر رو که نه راضی نمیشن به این کار، بالاخره میدزدند. و من فکر میکنم که حتما تاثیر داشت و تاثیر خواهد داشت. اما انصافا باید بگیم که ما طرفدار اون نیستیم که اپوزیسیا به این شکل فایده بگیرد از حساب مصیبت ها، از حساب جنایت های حکومت. اما چیکار کنیم که حکومت خودش بیشتر دلیل به دست اروپایی ها میدهد، به دست جامعه جهانی میدهد و در قسمتی که ما باید دلیل داشته باشیم کاری ما رو خیلی هم سبک کرد. خب سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد کبیری، ما یک گروه ملاهای داخل کشور به همه آن قانون شکنی های حکومت امروزه سخت ناراضی هستیم. خیلی میخواهیم شما در وطن برگردید و ما را ببخشید که ما را برای بد گفتن شما و نهضت اسلامی امر میکنند که سخن گوییم و شما را همچون خطر به جامعه قلمداد نماییم. ما مجبوران و اکراهاً این عمل را انجام میدهیم. امید دارم این را شما میفهمید. با شما همه علمای راستین و سالم کشور هستند و از آنچه میشنوید از داخل کشور خسته نباشید و آن را راست ندانید. ما را زیر فشار وادار میکنند تا این سخنان و برنامه ها را بر ضد شما طبق کمیته دولتی ملی انجام دهیم. به اطلاع شما میرسونیم که در زندانهای کشور بیش از 346 عالمان دین قرار دارند که همهشان بیگناه زندانی شدند. خب
برای آزادی این علمای دین کوشش کنید تا اقلاً از زندانهای این حکومت خارج گردند. ما این نامه را 9 نفر خادمان دین که به 6 نفرمان فارغ التحصیلان دانشگاهی خارج می باشیم. خب این یک سلامت باشند، سلامت باشند برادر عزیزمان. و ببینید این دقیقاً جواب به همون سوال قبلی هست که یک نفر دیگر سوال داد که چرا ملاهای تاجیکستان با ما نیستند. حالا این سوال یا این نامه‌ای که رسیده است تکمیل کننده جوابی من هست که ملا بودن معیار نیست، انسان بودن معیار است. این ملاها اینا نه تنها ملای خوبند و ملای خوب هم بودند، ملای واقعی بودند، بلکه انسان آزاداندیش هم بودند. و همونطوری که انسان ها به دو گروه جدا میشن، ملا هم به دو گروه جدا میشن، دموکرات هم به دو گروه جدا میشن، دنیوی هم به دو گروه جدا میشن، اتئیست هم به دو گروه جدا میشن، به گروه بد و گروه نیک. این ما نمونه ملاهای بد رو هم داریم، ملاهایی که منبر رو استفاده میکنن برای رزق روزی خود، برای منصب، برای خدمت به ظالمان، چون که یک ایده میکنن و ما میبینیم هر روز میشنویم. و داریم یک ایده از ملاهایی که از روحانیتی که واقعا به معنای تام ملا هستند، روحانی هستند. خود را وقتی میگیم خادم دین، واقعا هم خادم دین هستند، نه خادم دنیا، نه خادم حاکم. اونایی که امروز منبرها را صاحب شدن، البته نه همه‌شان، یک قسمشان بخصوص در اون رأس، اینها به هیچ وجه خادم دین نیستند، اینا خادم دنیا هستند، اینا خادم حاکمان هستند. اما این برادرانی که نامه را فرستادن، اینا واقعا هم خادم دین هستند، هم خادم ملت هستند، هم روحانی هستند و هم ملا هستند. ما دوستی عزیزم کاملا درک میکنیم و داریم دوستانی زیاد، میدونیم که این برادران، این بزرگواران دعاگوی ما هستند، بالاخره ما را خوب میشناسند، ما با هم زیاد شیشتیم، با هم زیاد بحث و بررسی کردیم، یکدیگر رو انتقاد کردیم. ولی منم میدونم که بسیاری از برادران، از بزرگواران در داخل نسبت رفتارهای ما سوال دارن، گلایه دارن، از بعضی از رفتارهامون در گذشته هم راضی نبودند، امروز هم راضی نیستن، حق دارن. و اما این یک بحث داخلی هست، این یک برادری هست و در همه جامعه این باید باشد. ما هم نسبت بعضی از دوستان و برادران ایراد داریم و فکر میکنیم که در بعضی بزرگواران در صحبت‌ها، در رفتارهاشون اشتباه میکنن، در بعضی مسئله ها افراط راه میدن، در بعضی مسئله ها غلو میکنن، برعکس بعضی مسئله ها را کم میگیرن. ولی این یک امر طبیعی است. اما مطمئن باشید برادر عزیز که ما به هیچ وجه اون نفرانی که یا زیر اجبار، اکراهن علیه ما صحبت میکنن، چی از دامله ها، چی از روشنفکران، چی از روزنامه‌نگاران، حتی از نفرانی که دیروز در پهلوی ما بودند و امروز با هر دلیل در تاجیکستان هستند و علیه ما صحبت میکنن، بدانند که ما وضع آنها را درک میکنیم. ببینید بعضی دوستان حتی از اعضای خانواده ما هم که مجبورشان کردند، پدر بزرگوارم مسافر 93 ساله رو آوردن در نزد دوربین صحبت کرد. اون از روزی خودش شش که صحبت نکرد، مجبور بود، خش و تبار ما، خش تبار دیگران. اما احساس میکند انسان از رفتی صحبت، از چشمانشان، از لحنی گفتار که این آدم مجبور هست، این آدم تحت فشار هست. و در بین سطرها در این پیام هایی که زیدی ما گفته ایستادن، باز به ما پیام میفرستند. پدر بزرگوارم گفت که محیدین، من صحبتش در یوتیوب هست، گفت خودت رو من بزرگ کردم و من میدونم خودت چه خیلی انسان هستی، میدونم که هیچ وقت ضد ملت و دولت تاجیکستان نیستی. دقیقاً همین حرف رو گفت و میدونم که من هیچگاه ضد ملت و دولت نیستم. و علاوه کرد که میدونم که هیچگاه اشتباه نخواهید کرد و همون کاری رو انجام دهید که خودت میدونی. یک نفر در تحت فشار، در اطرافش پر از مقامات دولتی، یک مسافر 95 ساله به من توسط این صحبتش پیام میفرستد که من میدونم خودت چی فکر میکنی و چی کار باید کنی. منم 2 رکعت نماز خواندم، در حقش دعا کردم، حالا هم دعا میکنم که بله پدر بزرگوار،
همون طوری که ما رو تربیت کردی، منم فهمیدم چی میخواهی بگویی و دقیقاً همون خیلی رفتار خواهم کردی تو میخواهی و میخواستی تو وقتی بودن و الانم این کارو دارم انجام میدهم. دیگر بزرگواران، دیگر شخصیت‌هایی که به ما پیام‌های خود رو میفرستند توسط این شبکه‌ها و تنقیدهای در ناخونک علیه ما کاملا درک میکنیم. اما بعضی افراد هست که این کینه و این حسادت و این بدگویی رو دانسته میکنن و گاه صمیمانه هم میکنن. از چشمش معلوم است که روی راست دارد دروغ میگه و از این دروغ خودش باز راحت هم میکند و فخر هم میکند و فکر میکند کاری درست هم کرده شده است. منظور از آن که ما میگیم ملاهای خودفروخته یا روشنفکران قلبکی یا مبارزان قلبکی محض همین گروه هست، نه اون کسانی که مجبورن یا اکراهن میان در نزد دوربین یا میکروفون حرفی را علیه ما میگن. مطمئن باشید برادران عزیز که ما دعاگوی شما هستیم و حتما روز فرا خواهد رسید که باز ما در پهلوی یکدیگر میشینیم و این روزهای سخت را با هم یادآوری خواهیم کرد. خب یک سوال دیگر است و بعد از این به فکری من که صحبت رو هم خاتمه دهیم خوب می شود، چون وقتم خیلی طولانی رفت. در بعضی دولت‌های اروپا به مهاجران تاجیک میگویند که شما در وطن مشکلی ندارید، آنجا دموکراسی است. لطف نظر شما در این باره چیست؟ و بعد این یک سوال دیگه هم هست، بعد فکر میکنم که جنببست کنیم. بله، ما تلاش میکنیم کوتاه‌تر جواب بگیم و خیلی وقت هم طولانی شد، این روزا رو جنببست کنیم. انشالله در صحبت‌های بعدی در خدمت مردم عزیز هستیم. ببینید دوستان عزیز، من تا حال در اروپا نشنیدم که کسی گفته باشد که کشور شما کشور دموکراتی است. نه، هیچ کس. همه میگن که بله ما میدونیم که در کشور شما چه وضعیت است، اما با مهاجرین، بعضی مهاجرینی که پروندهشون زود قبول نمی شود یا کارشون کشال می یابد یا حتی جواب رد میگیرن، با آنها میگن که خودت شخصا چی مشکلی داری. اونه که در کشور شما مشکلی هست ما میدونیم، اونه که کشور شما دموکراتی نیست ما میدونیم، اونه که در کشور شما یک دیکتاتور هست با خانواده و با یارانش ملت رو ظلم میکنند ما میدونیم، اما خودت چی مشکلی داری؟ چون در اروپا مسئله ها رو ایندیویدوالی میبینند و پرونده های دست جمعی کار ندارند. بنابراین همین کسی گفته است که در اروپا تاجیکستان را یک کشور دموکراتی میدانند، این غلط است. حداقل من این رو نشنیدم. اگر سوالی بعدی باشد بفرمایید و آهسته آهسته جلسه رو جنببست کنیم. تشکر زیاد میکنیم از شما. خب آیا جامعه جهانی از قضیه شراف‌الدین گدایف مثل قضیه الکساندر صادقوف بسیج می شوند و آیا امکان هست که شراف‌الدین گدایف از تاجیکستان خارج شود؟ من پیشتر گفتم که قضیه شراف‌الدین از قضیه صادقوف فرق میکنه، چون الکساندر صادقوف شخصیت سیاسی نبود، یک محقق بود و آزاد کردن او کاری چندان دشواری نبود، بخصوص وقتی که بریتانیا کبیر خیلی سخت استاد. یادم هست که همون شب و روز معاون وزیر امور خارجه بریتانیا یا تاجیکستان آمده بود یا با کدام از مقامات تاجیک در خارج ملاقات کرد. احتمال زیاد اگر اشتباه نکنم تاجیکستان آمده بود و طرف تاجیکستان هم دیگر از ترس بریتانیا کبیر صادقوف را رها کرد، ولی یک هفته قبل او را همچون خائن و همچون جاسوس معرفی کرده بودند. اما دیدیم که بعد همین جاسوس در قوسن یا ناخنک را که البته اتهام بود، دروغ بود، تهمت بود، رها کردند. اما قضیه شراف‌الدین فرق میکنه. شراف‌الدین خودش یک فعال سیاسی است، رهبر یکی از حرکت‌های اپوزیسیونی هست و خیلی فعال بود و حکومت تاجیکستان حالا فکر میکنه که یک دستاورد بزرگ کرده است که توانست یک شخصیت سیاسی اپوزیسیونی رو بدزدد. البته باز تکرار میکنم بعدا خواهد فهمید که چی
اشتباهی را صادر کرد و فکر نکنم که به این سادگی باشد، اما مطمئن باشد که جامعه جهانی بخصوص کشور هلند و جامعه شهروندی تاجیکستان تمام تلاش خود را خواهد کرد که شرف الدین به زودی آزاد شود. تشکر زیاد میکنیم از شما، همچنین از هموطنان. خب دیگر برنامه رو به پایان میرسونیم. از کارگردان خواهش میکنیم که بار دیگر من هم در آخر شهرت اگر اجازت باشد در آخر من بار دیگر به همه هموطنان عزیز که این چند لحظه یک ساعت زیادتر همراه ما بودن تشکر بگیم و برای این همه صبر و طاقتی کردن و مطمئن باشند که انشاءالله ما تلاش میکنیم که هر چیز زودتر و بیشتر در خدمت آنها باشیم، سوالهای خود را مطرح کنند و باز هم پیش عذرخواهی میکنم که به همه سوالها نمیتونیم همزمان جواب بگیم. اینجا خیلی سوالها از صحبت‌های قبلی آمده است ما داریم، اما کوشش میکنیم که در صحبت‌های بعدی این کمبودی را جبران کنیم و از شما هم دوستان عزیز در استودیو هم تشکر میکنم و هم خواهش میکنم که در آینده در برابر سوال‌های استودیو که مستقیما به شما فرستاده میشد و ما هم اجازه بدهید که از سوال‌های قبلی استفاده کنیم تا اینکه در نزد هموطنان عزیزمان قرضدار نمانیم. خداوند نگهبانتان باشد تا جلسه‌های بعدی. تشکر میکنیم از شما. بله، ما هم میخواستیم که یک سوال‌های قبل مانده بیشتر حداقل تا 2-3 سوالی از قبل مانده رو جواب دهیم. خب دیگر فکر کردیم که قضیه شرف الدین الان برای ما و هموطنان مهم است. به همین خاطر ما کوشش کردیم که بیشتر با چنین سوال ها پاسخ بگوییم. بار دیگر هموطنان عزیز از شما تشکر میکنیم برای که شرکت کردید و سوال دادید و در آخر برنامه از کارگردان خواهش میکنیم که بار دیگر نواری شرف الدین گدایف را با مراجعت به بینندگان پیشکش کنند. همه شما را با خدا میسپاریم. خدا یار و مددگارتون. هموطنان عزیز، دوستان ارجمند، بینندگان گرامی، شرف الدین گدایف هستم. این اظهارات رسمی من است. این ویدیو را شما در حالت پیدا میکنید که یا من کشته شدم، یا من را دزدیده اند، یا من بیدرک شده ام. در 3 حالت. من در کشور هلند زندگی میکنم. این گذرنامه من است و من با این گذرنامه سفر میکنم و این اقامه من است که من در این کشور حقی 5 سال زندگی کردن دارم و بعد از این میتوانم باز این را تمدید کنم یا اینکه شهروندی همین کشور را درخواست کنم با همین ترتیب. با این خاطر ما کوشش میکنیم که فعالیت خودمون را ادامه دهیم، ولی این ویدیو را همچنان قید کردم در حالت شما دسترس میکنید که من کشته شدگی باشم و یا اینکه دزدیده شدم یا بیدرک شده باشم. با این خاطر من امروز این ویدیو را ثبت میکنم، چون که روز 14 من سفر با کشور روسیه دارم و در اونجا من باید با مقامات شورای امنیت کشور فدراسیون روسیه ساوبیس باید واقعی انجام دهم، چون در گذشته ما با مقامات قدرتی فدراسیون روسیه علاقه داشته بودیم و برای
بررسی نمودن بعضی مشکلات هایی که در تاجیکستان با وجود آمدگی هستند و بررسی نمودن وضع مهاجران مهنتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه و همزمان راه حل مشکلات های تاجیکستان رو بررسی میکنیم، همچون یک اپوزیسیا و همچون یک حرکت سیاسی ما به این کشور سفر می‌نماییم. و به این خاطر من در این سفر که به فدراسیون روسیه میروم، شاید که حکومت تاجیکستان در وقت‌های اخیر میبینیم که شهروندان تاجیکستان رو میدوزد و در خارج کشور شهروندان تاجیکستانی که مقابلیت می نشان میدهند آنها رو میکشند و یا اینکه بعضی از شهروندان ما بیدرک شدند به مثل احسان اودینایف. به مثل اینها همچنین یک حادثه ها به وجود آمدنش ممکن است و به این خاطر من این ویدیو رو ثبت میکنم که اگر مبادا من در تلویزیون دولتی تاجیکستان یا از طریق یگام شبکه‌های یوتیوبی برآمد کنم که من در تاجیکستان هستم، با خواهش خودم آمدم، این گپ‌ها همه دروغ هستند. من هیچگاه به خواهش خودم تاجیکستان نمیروم، هیچگاه که روم به حکومت امامعلی رحمانوف تسلیم شوم. هیچگاه این حالت این از جانب من نخواهد شد. اگر رفت و من تحت شکنجه ها، فشار ها، تحت یگام علامت های دیگر، یگام ثبت ویدیویی نسبت این یا آن حرکت، گروه، شخصیت اگر گویم، از شما خواهش میکنم این ویدیو سرچشمه باید حقوقی داشته باشد، چون من در آزادی هستم و آزادی این بیان میکنم. اگر که رفت و من در تاجیکستان نمیدونم فعلا چه حالت در آنجا رخ داد گویند که این یا آن چیزا من برآمد کردم، باید که چیزی حقوقی نداشته باشد. اولین که و دوم که اگر که من پیدا شدم در تاجیکستان با چنین شرایط، یعنی من رو از دیگر کشور به کشور تاجیکستان حکومت تاجیکستان دزدیده است. یعنی این دلیل دزدیده شدن من به کشور تاجیکستان است که این علاقه خودش یک جنایت بین المللی است. میخواهم که از تمام شهروندان تاجیکستان دعوت به عمل بیارم که کوشش کنید که کشته شدن من، زندان شدن من یا بیدرک یعنی گم شدن کشته شدن است. یعنی اگر همین حالت بالای من صورت گرفت، شما باید نترسید از این حالت. و همچون با جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی خواهش میکنم که از قضیه من در زندان اگر باشم پیگیری کنند و همچون سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی و کشوری که من هلند که از آن این حجت رو دسترسی کردم و تحت حمایت بین المللی قرار دارم، من خواهش میکنم که همچون از حق و حقوق من در آینده دفاع کنند. من با تمام سازمان های بین المللی امروز وکالت میدهم و تمام جامعه شهروندی تاجیکستان وکالت میدهم که از نام من دعوا کنند، از نام من از حقوق من دفاع کنند و شما جامعه شهروندی تاجیکستان، شما سازمان های بین المللی پره کاملا حق دارید که از حق من دفاع کنید و شما این حق پره دارید و شما پره حق پرونده های من رو در آینده پیش بری کردن دارید و بنابر همین از همه شما خواهش میکنم که نسبت قضیه من به طرف نباشه و قضیه من رو همیشه پیگیری کنید و برای آزاد شدن من از زندان این ظالم تمام حجت های من بعد رو من طریق دوستانم برای سازمان های بین المللی که فعلا در دست آنها است دادگی هستم و به این خاطر تمامی آن چیزی که بالای من صورت میگیرد آنها سیاسی هستند و کشتار من، گم شدن من، همه من و چیزای سیاسی دارد. تشکر زیاد. خدا نگهداری همه شما باشد و امیدوار هستیم که روز خداوند ما و شما را به روزهای نیک میرساند. تشکر زیاد برای همه شما هموطنان عزیز.